فلسطین را شما نگاه بکنید، قبله اول مسلمین، فلسطینی که الله تبارک و تعالی میگه بارکنا حوله، اطراف فلسطین را و بیت المقدس را برکت دادیم. جایگاه انبیا، جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم امامت دادن، دیده با نسبت به بیت المقدس از لحاظ عقیدوی است. بیت المقدسی که در قرآن ذکرش آمده، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله، مسجد اقصایی که در اطرافش برکت دادیم. امروز یهود غاصب هم میآید بر سر مسلمانهای مظلوم و بیدفاع فلسطین هجوم میآورد، اطفالشان را از بین میبرد، جوانهایشان را از بین میبرد. هجوم به بیت المقدس یعنی هجوم به 1.5 میلیارد، قریب به 2 میلیون مسلمانی است که در روی زمین میگن لا اله الا الله محمد رسول الله. 2 میلیارد مسلمان هجوم بر بیت المقدس یعنی هجوم به 2 میلیارد مسلمان است که در این کره زمین زندگی میکنن. طرف تو فقط مردم مظلوم فلسطین نیستن، طرف شما یهودی ها تمام مسلمان های عالمن که فریاد میزنن لا اله الا الله محمد رسول الله. بیت المقدس قلب مسلمان هاست، بیت المقدس دل مسلمان هاست، بیت المقدس عقیده مسلمان هاست، بیت المقدس ایمان مسلمان هاست، بیت المقدس خانه است که الله تبارک و تعالی در کتابش ذکرش را کرده. بیت المقدس جایی است که خدا برکت داده. بیت المقدس جایی است که انبیای خدا نماز خواندن. بیت المقدس قبله اول مسلمان هاست. بیت المقدس عقیده و باور و آرمان مسلمان هاست. تجاوز به بیت المقدس، هجوم به بیت المقدس یعنی هجوم به مسلمان های روی زمین که میگن لا اله الا الله محمد رسول الله.